شاید براتون سوال باشه ایران در برابر اون همه پولی که در سوریه خرج کرد چه چیزهایی گرفت؟ سوریه به عنوان بازپرداخت بدهی‌هاش یک گاوداری صنعتی بزرگ رو به ایران واگذار کرد. اما وقتی تیم ایرانی برای تحویل رفت، با یک سوله خالی روبرو شد. حتی یک رأس گاو هم توی اون گاوداری نبود. فقط دیوارهای بتونی سهم ایران شد. بعد نوبت به بخش کشاورزی رسید. 1000 هکتار زمین به ایران دادن. اما یک قطره سهمیه آب براش در نظر نگرفته بودن. زمین‌هایی که بدون آب عملاً با بیابان فرقی نداشتن و فقط روی کاغذ دارایی محسوب می‌شدن. قرار بود بشار اسد پول نقد بده، اما نه تنها پولی نداد، بلکه با یه لبخند گفت فعلاً نداریم. و جالب‌تر این که دوباره دستش رو دراز کرد و مبالغ جدیدی هم از ایران گرفت. شاهکار ماجرا اینجا بود. یک میدان نفتی رو به ایران واگذار کردن. وقتی متخصصای ما رفتن سر زمین، دیدن خبری از چاه نیست. یه بیابون خالی بود که اسد گفت ما که نمیدونیم اینجا نفت هست یا نه. خودتون بکنید اگه بود بردارید. یعنی ایران باید با هزینه خودش چاه میزد، تجهیزات میبرد و ریسک میکرد تا شاید به نفت برسه. این بلایی بود که توی این سالها سر سرمایه‌های ما اومد. پولهایی که میتونست ایران رو به بهشت تبدیل کنه. اما توی پست بعدی براتون میگم که شاه فقید ایران چه سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه‌ای در دنیا انجام داده بود و اگه اون مسیر ادامه پیدا میکرد، الان ما روی چه ثروت افسانه‌ای نشسته بودیم. حتما فالو کن که پست بعدی رو از دست ندی.